پس سریع عاشقش نشو. وای چه پسر خوش‌تیپی، چقدر مهربونه، چقدر نایسه. مطمئنم اونم عاشق منه، فلانجا بغلم میکنه، فلانجا میبوستم، رو عرشه کشتی زانو میزنه و ازم درخواست ازدواج میکنه. فکر کنم 2 تا بچه برامون کافی باشه. بس اینقدر رویا پردازی الکی نکن. تو خودت دستی از اون آدم تو ذهنت شخصیتی رو میسازی هیچ ربطی به واقعیت اون آدم نداره. تازه تمام صفات خوبی که خودت داری رو به اونم میچسبونی و تبدیلش میکنی به یک شاهزاده سوار بر اسب سفید که اومده عاشقت بشه، اومده نجاتت بده، در حالی که اینا فقط تخیلات توئه. و حالا تو عاشق شخصیتی شدی که خودت توی ذهنت ساختی و با شخصیت واقعی اون آدم هزاران کیلومتر فاصله داره. و چون یه شخصیت کامل و پرفکتی از اون آدم توی ذهنت ساختی، حالا کلی هم ازش انتظار داری. و خب طبیعتاً اون آدم دقیقاً اون کسی نیست که تو توی ذهنت ساختی و قراره که خیلی از انتظاراتتو برآورده نکنه. پس تو سرخورده میشی، ناامید میشی، شکست عشقی میخوری. بسه، چشماتو باز کن، واقعیتو ببین، انقدر بر خودت رویا بافی و خیال پردازی نکن و در عالم رویا و خیال زندگی نکن و طرف مقابل رو همون جوری که هست ببین، نه جوری که تو میخوای باشه. عاشقتم.